تا حالا فکر کردین کدوم کشورها قدرتمندترین نیروهای هوایی رو دارن؟ اینم بتای برتر دنیا. تو رتبه A اسرائیل رو داریم که به خاطر تکنولوژی پیشرفته و خلبانهای ماهرش معروفه. بعدش آلمان تو رتبه با جنگنده های پیشرفته یوروفایتر. ترکیه رتبه 3 رو داره با ناوگانی که به سرعت در حال مدرن شدنه. تو رتبه A پاکستان با جت‌های GF تاندرش خودنمایی میکنه. رتبه 3 ژاپن که با هواپیماهای درجه 1 آسمون اقیانوس آرام رو امن نگه می‌داره. فرانسه تو رتبه 3 قرار میگیره با جنگنده‌های رافائل در سطح جهانی. بریتانیا چهارمه که به نیروی هوایی سلطنتی افسانه ایش افتخار میکنه. چین رتبه 3 رو داره که با جت‌های پنهانکار G به سرعت در حال گسترشه. روسیه تو رتبه 2 میاد با سوخو تزش‌های قدرتمند و ناوگانی عظیم. و تو رتبه A ایالات متحده بدون هیچ رقیبی با هزاران جت و بزرگترین قدرت هوایی دنیا. به نظرتون سال دیگه کی رتبه اول رو میگیره؟ تو کامنت ها بهمون بگید.